خوشتون بیاد. من الان تقریبا 1 سال شده که اومدم کره جنوبی و در سئول زندگی میکنم. بذارید خودم از اول معرفی کنم. اسم من الهامه. خب اینجا نیکنیم من الی صدا میکنم، خب چون الهام براشون تلفظش سخته. و الان در حال حاضر 28 سالمه و برای کارشناسی ارشد اقدام کردم اومدم کره در رشته ویژوال کامیونیکیشن دیزاین در دانشگاه ملی هنر سئول. اگه بخوام دقیقا ترجمه فارسیشو بگم همچین چیزی میشه. خب تو این ویدیو من میخوام براتون بگم که چی شد که کره جنوبی رو انتخاب کردم و تو این مدتی که من هانیه جون رفتم چه چیزهایی گذشت برام. همینطور قبل پروسه بورسیه رو میخوام براتون بگم و همینطور خود پروسه بورسیه رو براتون بگم، چه مدارکی لازمه و بعدش باید چه کارهایی رو انجام بدیم. چون که خب اون زمان که خودم هم خیلی دنبال اینجور کارا بودم، خیلی یوتیوب و خب حالا اینترنت و اینا رو خیلی زیر و رو کردم، ولی متاسفانه به طور دقیق کسی توضیح نداده بود برای بورسیه AMA پلاس، اونم خب به زبان فارسی. راست زبان انگلیسی و اینا خیلی به صورت کوتاه اینا من دیده بودم هستش، ولی به زبان فارسی نبود. اینکه خب خیلی درک میکنم اون زمان که طرف شروع میکنه برای این بورسیه اقدام کردن، بیشتر دوست داره که به زبان خودش بشنوه تا اینکه به زبان حالا انگلیسی یا هر زبان دیگه. بیشتر با زبان خودمون راحت تر بودم من اون زمان، راستشو بخوام. خب چی شد که من کره جنوبی رو انتخاب کردم؟ خب فکر کنم کسایی که الان به کره جنوبی علاقه دارن یه زمانی خب از کی دراما و کی پاپ شروع کردن، علاقهشون به کره بیشتر شد و اینا. من خودم وقتی که علاقه هم به کره جنوبی شروع شد تقریبا فکر کنم 12-13 سالم بود یا 15-16 سالم بود، دقیقا یادم نیست، ولی کوچیک بودم، قبل دبیرستان. قبل دبیرستان بود. با کی دراما برای من شروع شد. بعد خب اون موقع هم خبری از اینکه کره بورسیه داره و چه تعداد بورسیه داره نداشتم، سنم هم کم بود. بعد خلاصه فقط من یه مدت سریال میدیدم و بعد حالا گذشت و شدم دبیرستانی و اینا، پیش دانشگاهی. اینم بگم من زمانی که داشتم دبیرستان رو میخوندم رشته من تجربی بود بچه. من تجربی خوندم و اینکه معدلم خیلی خوب بود، البته تا سوم دبیرستان معدلم خیلی خوب بود، ولی پیش دانشگاهی دیگه خب خراب کرد. ولی از همون موقع که تجربه بودم راستشو بخوام به هنر خیلی علاقه داشتم. من از بچگی حالا کلاس نقاشی میرفتم و اینا، خیلی نقاشیم که خب به رنگ و اینا هم خیلی علاقه داشتم، خیلی استعداد داشتم. ولی خب اون زمان با الان یکم متفاوته و خب خانواده ها فکر کنم اون زمان خب خیلیاتون شاید ندونین، چون الان فکر کنم سنتون که تقریبا 20-21 سالتون باشه و اینا، ولی اون زمان خب خانواده ها یه ذره فرق میکرد. بعد میگفتن که نه بچه‌مون خب وقتی که باهوشه، وقتی که خب نمراش انقدر بالاست، چرا باید بره رشته هنر و نمیدونم رشته هنر خیلی حالا
بچه‌های تنبل میرن و اینطور حرفا خیلی زیاد بود اون زمان. بعد آره به خاطر همین حرفا و اینا خب من مجبور رفتم تجربه خوندم و حالا وقتی تجربه میخونم خیلی دلم خواست ثابت کنم به پدر مادرم که اوکی حالا من که مجبوری اومدم ولی اونطوری نیستش که من نمرام کم باشه و اینا، کم نمی آوردم، خیلی میخوندم، میگم تا سوم درسی نمرام خیلی خوب بود. ولی خب من وقتی تجربه میخوندم همونطور که گفتم به هنر خیلی علاقه داشتم. من کنکور هنر میدم و اینا. بعد حالا بعد خیلی با بابا اینا صحبت میکردم، میگفتن حالا تو تجربه تو بخون بعد پیشش هم هنر رو ادامه میدی، همچین حرفای عجیب غریب. ولی خب من حالا بازم داشتم تجربی میخوندم، کنکور تجربی رو بدم. بعد حالا کنکور تجربی رو دادیم و نتیجه خوب نبود. و بعد تصمیم گرفتم حالا کنکور هنر بدیم و حالا کنکور هنر رو دادیم و رتبه خیلی خوب اومد و اینا. حالا من رفتم دانشگاه هنر و گرافیک خوندم و از اون موقع بودش که یواش یواش دیگه چی میگن اون حس و حالم نسبت به کره خیلی خیلی بیشتر شد. بعد دیگه تصمیم گرفتم که یعنی من از دبیرستان که بودم تصمیم داشتم که دیگه تصمیم رو گرفته بودم که من برم کره، ولی چون میگم خبری از این بورسیه ها نداشتم نمیدونستم که همچین بورسیه‌ای وجود داره. بعد اینجاشو نگفتم، من که پیش دانشگاهی بودم خب همونطور که بچه‌ای که نمیدونم حالا الان پیش دانشگاهی هست یا نه دقیقا خبر ندارم، ولی پیش دانشگاهی ها همه روزا رو نمیرفتن مدرسه، همه روزا رو نمیرفتم مدرسه و فکر کنم 2 روزش رو خونه بودیم ما. بعد من اون 2 روز رو دیگه می نشستم در مورد کره، حالا یه تحقیق و بررسی که بررسی میکردم و اینا، ببینم که حالا چطوری میشه رفت و کره، چرا و روش‌هایی وجود داره و اینا. بعد اون موقع بودش که با بورسیه‌های KGS و AMA پلاس آشنا شدم و اونجا بودش که متوجه شدم که AMA پلاس برای هنریاست و KGS برای بقیه رشته هاست. رشته هنرم داشت KGS، ولی اون رشته که من گرافیک میخواستم خب گرافیک رو نداشت، انیمیشن و اینطور چیزا رو داشت، بکنم دقیقا یادم نیست. خب JKS رو براتون گفتم و خب در مورد AMA هم رفتم نگاه کردم، دیدم بله AMA برای دانشجوهای هنره، حالا بورس میکنه و اینا. ولی اون موقع که من نگاه میکردم کشور ایران جزو این بورسیه نبود و اینکه دقیقا اگه براتون بگم کشور ایران از زمان فکرم 96 وارد این بورسیه شد. بعد خب من اون موقع با خودم یه تصمیم گرفتم، شاید الان خیلی مسخره به نظر برسه، ولی یه تصمیم با خودم گرفتم که برای این بورسیه بشنم بخونم، تلاش کنم، خدا رو چه دیدی شاید اون موقع که من خواستم اقدام کنم کشور ایران جزو این بورسیه شد. و این تصمیم که با خودم گرفتم شروع کردم به زبان کره خوندن. من دبیرستان رو با راستشو بخوای من نصف بیوگرافی موند. من اهل تهران نیستم، خب من توی شهر دیگه به دنیا اومدم و بزرگ شدم. تو شهر ما اون
اون زمان تو شهر ما خب حالا معلم یا استادی که بخواد زبان کره تدریس کنه نبود. تا اونجایی که یادمه تو تهران هم به غیر از مدرسه سجون کسی نبود که کره تدریس کنه. حالا بچه‌هایی که نمیدونم کره بودن یا من خبر نداشتم اون موقع بچه‌ها راستشو بخوان. بعد من اون زمان با خانم جلالی، شاید خیلیاتون بشناسیدش، با خانم جلالی که واقعا الان استاد من محسوب میشن، با ایشون زبان کره رو تا یه سطحی خوندم. ولی خب بعد اون میگم چون که مجبور بودم کنکور بدم، خیلی حالا اختلالات زیادی پیش اومد و نتونستم با هم دیگه ادامه بدم. مجبور شدم از وسط قطع کنم کلاس زبان کره. ولی بعد اون میگم چون تو شهر ما استاد کره نبود، من فقط تا یه مدت با خانم جلالی خوندم دیگه. بعد اون دیگه نتونستم ادامه بدم. ولی خب وارد دانشگاه که شدم، دانشگاه من رشته هنری قبول شدم و وارد دانشگاه شدم. من وقتی که دانشگاه رشته گرافیک رو میخوندم، سال اول نه ولی از سال دوم شروع کردم به کار کردن. من همینطور که کار میکردم دانشگاه هم میرفتم و شبا که میمدم خونه زبان کره میخوندم تا ساعت 1 شب. و اون موقع هم یادمه که با یه مدت باز شروع کردم با خانم جلالی، با استاد جلالی دوباره زبان کره رو ادامه دادم. من همینطور زبان کره رو داشتم میخوندم ولی به حالت اینکه خیلی وقت فوق‌العاده براش بذارم نمیتونستم یه همچین وقتی براش بذارم. بعد حالا 4 سال دانشگاهمون تمام شد و دفاعی دادیم و اینا. بعد که من ترم آخر دانشگاه که بودم، اون زمانی بودش که کرونا شروع شد و خیلی شیوع پیدا کرد توی جهان و اینا. بعد خب یه ناامیدی شروع شد، بچه‌های اینترنشنال رو قبول نمی کردن، بورسیه خیلی به شدت محدود شده بود، مخصوصا برای ما کشور جهان سوم. بعد خب تو اون شرایط بچه من بازم امیدم رو از دست ندادم. خب همینطوری دوباره اون زبان کره رو که میخوندم این سری خودخوان شروع کردم و وقت خیلی زیادی رو براش میذاشتم. شما فرض کنید من راحت 17-18 ساعت فقط زبان کره میخوندم که برای بورسیه AMA پلاس بچه داشتن مدرک تاپیک اجباریه بچه و واقعا اجباریه. و بچه اینو براتون میگم، شما الان احتمال داره که گایدلاین دانشگاه که نگاه میکنین مثلا اون رشته که علاقه دارین خب نوشته که چه سطح از تاپیکو میخواد. خب بعد شما خوشحال میشین که آره مثلا رشته من که دیزاین بود، بعد خوشحال میشین که آره بر رشته دیزاین مثلا تاپیک 3 میخواد و راحته. میتونم بگم آره بچه راحته گرفتن تاپیک 3، راحته گرفتنش. خب گرفتن تاپیک 3 راحته. خب ولی بچه وقتی که میای وارد خود جامعه میشین تاپیک 3 اوکیه براتون، ولی دانشگاه که با استاد سر کار داریم متاسفانه استاد خیلی سطح بالا صحبت میکنن. نمیدونم حالا این برای ما خوبه بده، ولی برای من خیلی بد بود بچه. به خاطر همین میگم بچه اکتفا نکنیم به همون سطح زبانی که ازتون خواسته شده. خب شما مثلا برای رشته که میخواین تاپیک 3 میخواد، خب شما تلاشتون رو بکنین خب بیشتر از تاپیک 3 بیارین. خب 2 تا مزیت داره بچه براتون. اگه
تاپیک حالا مثال رو بذاریم که تاپیک 3 ازتون خواسته شده، چون تاپیک 3 کمترینشه بچه ها. تاپیک 3 ازتون خواسته شده بچه ها. اگه شما تاپیک حالا 4 بگیرین، اگه تاپیک 4 بگیرین، همین که خب سطحتون یکم بالاتره، وقتی که میان کره با استادا اینا راه ارتباط گیریتون، کامیونیکیشنتون بهتره. خب همین که وقتی یک لول بالاتر از اون سطحی که AMA پلاس ازتون خواسته شما داشته باشین، یه 100,000 وونی به پول بورسیتون اضافه میشه. یعنی الان بورسیه که کمک هزینه که قراره به شما داده بشه 800,000 وون نوشته شده. اگه شما یک لول بالاتر از اون لولی که دارین داشته باشین، 900,000 وون دریافت میکنین بچه ها. و این خیلی خوبه که همون اول 900,000 وون بگیرید. شاید تو نظرتون تفاوت زیادی 900 با 800 نداره. آره، چون شاید تو نظرتون تفاوت خیلی زیادی نداشته باشه 800 با 900، ولی وقتی که میان اینجا مخارج زندگی بچه ها اونقدر زیاده که واقعا به چشم میاد 900 با 800. حالا خلاصه بگذاریم، حالا در ادامه ویدیو اینا رو براتون کاملتر توضیح میدم. بعد آره بچه ها، من خودخوان ادامه دادم. همینطور که من زبان کره میخوندم، میگم 17-18 ساعت وقت میذاشتم برای زبان کره‌ای و اینکه یک برنامه خیلی خاصی هم بر خودم ریخته بودم بچه ها. اینجا رو هم بگم بچه ها، من 2020 فارغ التحصیل شدم. خب و 2025 وارد دانشگاه هانیجون شدم. یعنی من 2024 شهریور ماه وارد کشور کره جنوبی شدم و یعنی 4 سال بعد از فارغ التحصیلی من گپ تحصیلی داشتم. خب این گپ تحصیلی من چطوری جبران کردم؟ گفتم براتون زبان کره‌ای رو شروع کردم بچه، خودخوان میخوندم. سوال نکنیم که با کی گذروندی. بعد من خودخوان خوندم بچه ها، من خودخوان خوندم. بعد آره زبان کره‌ای رو خوندم. بعد توی مدت بچه من کار میکردم. من سابقه شغلی داشتم بچه ها، سابقه شغلی و بیمه داشتم. تو این 4 سال منظورم این بودش که گپ تصمیم چطوری جبران کردم. بعد آره بچه اون زمانم بهتون گفتم چیز کرونا بود. خب حالا خیلی نمیشد فعالیت کرد، ولی خب من سعی و تلاشم بودش که رزومه برای خودم جمع کنم. میدونی الان که فکرشو میکنم خیلی دوران ناامید کننده بود برای من، ولی من هیچ موقع کم نیاوردم بچه ها. الان به نظر من خیلی زمان خوبیه برای اقدام کردم واقعا. یعنی الان هیچ میدونم خب الانم شرایط ایران یه جور دیگه متاسفانه خراب شده، بدتر شده اوضاع ایران، ولی خب همونطور که بهتون گفتم من ناامید نشدم. شما هم نباید ناامید بشین بچه ها، نباید، اگه واقعا آیندهتون برای خودتون مهمه. خب حالا بگذاریم از این داستانا. بعد من توی مدت میگم چون کرونا بود فعالیت خیلی بیشتری نمیشد کرد، ولی من فعالیت نمایشگاهیمو شروع کردم چون نمیشد حضوری نمایشگاه گذاشت. من به نمایشگاه‌های آنلاین اقدام کردم و تقریبا فکر کنم به 10 یا 12 تا نمایشگاه بین‌المللی اقدام کردم.
گواهی نمایشگاه ها رو داشتم. گواهی نمایشگاه اکثرا به انگلیسی بود. من تو ایران فکر کنم به 3 تا از نمایشگاه شرکت کردم که فکر کنم برای 2 تاش انگلیسی بود، برای یکیش فارسی بود که بعدم برای اینکه اقدام کنم خب مسلما بعد می بردم ترجمه و به زبان انگلیسی ترجمه می شد. بعد آره این 4 سال گپم رو با این راه پر کردم. و اینکه من کلاس‌های فنی حرفه‌ای هم رفتم. آره من قرار بود برم تهران امتحان تاپیک بدم برای اولین بار. شدم میتونم امتحان تاپیک رو بدم. بچه ها به طور اصلا باور نکردنی میتونم براتون بگم که 1 هفته دقیقا مونده بود ما بریم امتحان تاپیک بدیم که ایمیل اومد امتحان تاپیک تو ایران لغو شد. باورتون میشه؟ و واقعا من دیوونه شدم. بعد الانم که فکر میکنم اعصابم خورد میشه. یعنی اون زمان واقعا یعنی بچه‌هایی که اون زمان قبول شده بودن برای اون امتحانه کسایی بودن که نه تنها از تهران، خب از شهرهای اطراف بودن. من با چه استرسی خب بلیط هواپیما داشتم اومدم تهران، هتل موندم، بعد خیلی چیزای دیگه ایش اتفاق افتاد. ولی خب انگار که همه این سختی‌هایی که اون مدت کشیدیم و بعد مینداختیم دور و این قبول کردنش برای من خیلی سخت بود. خیلی داغون شدم. رفتم ترکیه امتحان دادم. من برای ترکیه برای بار دوم اقدام کردم و رفتم برای بار دوم امتحان دادم و خب سطحی که به دست آوردم سطحم بیشتر از دفعه اولی بود که امتحان دادم. خب بچه شما وقتی که یه امتحان رو چه آیلتس چه تافل چه تاپیک که امتحان میدین هر چقدر بیشتر امتحان بدین اون روالی که باید امتحان بدین دستتون میاد. خب به خاطر اون بار دوم و بار سوم بار چهارم خیلی بهتر میتونین امتحان رو بدین. این یعنی تجربه شخصی من بوده. بچه خب الان توی ویدیو من میخوام مدارکی که لازم هستش چه مدارکی باید جمع کنی اینا رو براتون بگم. چه مدارکی لازمه که برای بورسیه EMF Plus اقدام کنیم؟ بچه ها گفتم براتون اجبار این دانشگاه مدرک تاپیکه. هر چقدر که میتونیم تلاش کنیم نمره تاپیک بالاتری به دست بیاریم بچه ها. بعد بچه هر چقدر که میتونی نمره بالاتر اگه بیارین خب بیشتر به نفع خودتونه. من از تجربیات خودم که گفتم براتون من تاپیک 3 گرفتم. خب همین رشته منم تاپیک 3 میخواست. تاپیک 3 گرفتم ولی خب تو جامعه اوکی بود ولی خب دانشگاه خیلی به سختی خوردم. دانشگاه برام به شدت سخت گذشت. چون میگم براتون استاد خیلی سطح بالا صحبت میکنم. بچه شما باید سطح زبان کره‌ایتون رو خیلی بیشتر کنین. خب لغت‌های سطح پیشرفته بیشتری رو بخونین. خب بچه واقعا یعنی از ته قلبم دارم براتون این حرفا رو میزنم. نمیخوام اون سختی ها و مشکلاتی که من اینجا کشیدم
برای شما که وقتی که میان کره برای شما هم اتفاق بیفته. چون همیشه میگن خب اون سختیه که من کشیدم، اون تجربیاتی که من به دست آوردم، خب چرا در اختیار بقیه نذارم که بقیه همین سختی ها و مشکلات من رو تجربه نکنن تو زندگیشون. میدونین چی میگم؟ به خاطر همین میگم شاید توی ایران خوندن یک زبان براتون سخت باشه، خب ولی من حاضرم از همینجا بگم سختی اون خوندن اون زبان رو تو ایران شما تحمل کنید، ولی وقتی که میاین اینجا واقعا به قول معروف گفتنی کارتون رو غلطکه. همچین به زبان مثلا همچین چیزی داریم که میگن. خب کامیونیکیشنتون با مردم، با مخصوصا با استادا بچه‌ها خیلی بهتر میشه. یعنی نمیدونم الان تو ویدیوها یا تو اینستا خب میدونین که مردم کره یه فرهنگی به اسم بالی دارن. خب به خاطر همین کاراشون رو خیلی تند و سریع انجام میدن بچه‌ها. بعد یعنی منظورم اینه که استادا صبر نمی‌کنن تا شما حرف بزنین. میدونین چی میگم؟ وقتی یک دانشجوی خارجی هستین اومدین کره، بچه من دانشگاه دیگر رو خبر ندارم، من فقط با اون دانشگاهی که الان دارم درس میخونم دارم براتون میگم. خب و رشته‌ای که دارم میخونم دارم براتون میگم. استادا همونطور که گفتم براتون صبر نمی‌کنن که ببینن که شما دارین چی میگی. خب به خاطر همین براتون صبر میکنن، چون یه خارجی هستی صبر میکنن ببینن که شما دارین چی صحبت میکنین. خب و واقعا هم درکشون خیلی زیاده از اینکه بالاخره دانشجوی AMA هستین و وارد دانشگاه هانیجونگ کره شدین. درکتون میکنم بچه ها، صبر میکنم ببینن که چی دارین صحبت میکنین. خب منظورم این بودش که شما باید منظورتون رو خیلی دقیق تر به استادا بگین تا استادا متوجه بشن که شما دارین چی میگی. میدونی منظورم رو؟ چون من سطحم سطح 3 بود و داشتم میگفتم چون سطح من سطح 3 بود. خب سطح 3 در اون حد لغت‌های خیلی سطح بالا رو بچه ها بلد نیست. خب الانم که سطح 4 هستم یه همچین مشکلایی رو بازم با استاد دارم. بچه های استاد اینجا خب ازتون متاسفانه توضیح خیلی زیادی میخواد. بچه ها پروسه‌ای که اینجا گذرونده میشه تو دانشگاه ها بچه ها خیلی متفاوت تر از ایرانه و کشورهای دیگه حتی میتونم بگم. تاپیک مدرک تاپیک اجباری بچه ها حتی اون زمان تا جایی که یادمه بعضی از رشته ها بچه ها زبان انگلیسی هم میخواد. حالا نمیدونم بگم متاسفانه خوشبختانه بچه ها که ایرانی هستن و مدرک انگلیسی ندارن و من هم مدرک انگلیسی نداشتم خیلی سخت‌تر میشه پروسه. چون خب امتحانای زبان انگلیسی هم توی ایران برگزار نمیشد زمانی که من داشتم میخوندم. الان نمیدونم دقیقا وضع ایران در چه حده در مورد مدرک زبان انگلیسی. خب رشته که من میخواستم براش اقدام کنم زبان انگلیسی هم میخواست. من زبان کره خوندم، بعد زبان انگلیسی شروع کردم بخوندم.
9 ماه زبان انگلیسی خوندم و رفتم امتحان تافل دادم. ببخشید، خب امتحان تافل هم تو ایران برگزار نمیشد. من رفتم ترکیه امتحان دادم. بچه‌ها مدارکی که لازمه، خب هر رشته فرق میکنه بچه‌ها. شما باید گایدلاین AMA پلاس رو دانلود کنین و بخونین به طور دقیق. ولی خب آخرین مدرک تحصیلی براشون مهمه. خب باید ترجمه بشه همطوری با همراه ریزنمراتتون. کسایی که برای کارشناسی اقدام میکنن مدرک دیپلم و ریزنمرات دیپلم خب مسلما اولویت داره بچه‌ها. ولی کسایی که برای ارشد میخوان اقدام کنن مدرک کارشناسیشون و بله مدرک دیپلمشون رو هم باید بفرستن همراه با ریزنمرات که باید بچه‌ها ترجمه شده باشه. میگه میدونی. خب انگیزه نامه و 3 تا توصیه نامه لازم هستش. بچه‌ها انگیزه نامه، این که بخوام بگم انگیزه نامه رو چطور باید بنویسین یه بحث خیلی مفصله. خب اگه خواستین براتون توضیح بدم که چطوری باید بنویسین برام کامنت کنین. حتما یه ویدیوی دیگه براتون ضبط میکنم در خصوص این که چطور باید انگیزه نامه بورسیه AMA پلاس رو بنویسیم. براتون یه ویدیو ضبط میکنم و میذارم براتون. حتما برام 3 تا توصیه نامه باید از استاداتون، یا اگه خواستین برای کارشناسی اقدام کنین بعد 3 تا توصیه نامه از معلم‌های دبیرستانتون بگیرین. بچه من 6 سال سابقه کار گرافیکی توی ایران رو داشتم و این خب تجربه کمی نیستش و اینکه خب بخوام به جایی برسم نرسیدم بچه‌ها. از تجربیاتی که من خودم داشتم براتون میگم. 3 تا توصیه نامه که بود، من 4 تا توصیه نامه گذاشته بودم. من چون برای ارشد اقدام کردم، من مدارک کارشناسی، مدارک دبیرستانم. بعد 3 تا توصیه نامه که خواسته ازتون بچه‌ها سعی کنین از استادای توصیه نامه بگیرین که واقعا شناخت خوبی ازتون داره. خب میدونه که مثلا من الهام تو رشته گرافیک تو ساختن پوستر استعداد خیلی خوبی دارم. خب آره، و اینکه خب اگه گایدلاین رو هم بخونین اونجا 100% نوشته که اگه توصیه نامتون نمیدونم از مراکز، حالا دقیقا یادم نیست بچه‌ها، ولی همچین چیزی بوده انگار، از مراکز دولتی وزارتی همچین چیزی. بچه‌ها ببخشید من دقیقا الان گایدلاین رو نخوندم، ولی سوالی چیزی داشتین حتما ازم بپرسین، واقعا بهتون جواب میدم، حتما جوابتون میدم. چون میگم این پروسه که خودم گذروندم یه پروسه خیلی سخت و استرس آمیزی بوده و واقعا درک میکنم همه بچه‌هایی که میخوان اقدام کنن. به خاطر همون میگم جوابتون رو میدم بچه‌ها. شما کامنت برام بنویسین، من جواب میدم. آره، و اینکه اگه خواستین بهم بگین که براتون یه ویدیو ضبط کنم اینکه چطوری یک استاد بهتره که توصیه نامه رو بنویسه. استاد چطوری یک توصیه نامه رو بنویسه که مورد تایید دانشگاه ها قرار بگیره. خب
توصیه نامه های خودم رو خودم نوشتم، میدونم که یک توصیه نامه چطوری باید نوشته بشه. آره به خاطر همین میگم اگه خواستین برام کامنت کنین بهتون بگم چه به استادهایتان بگین که چطوری یک توصیه نامه رو براتون بنویسن. خب اون از توصیه نامه، انگیزه نامه رو هم گفتم براتون، مدارک تحصیلی رو هم گفتم، مدرک تاپیک و مدرک توفل آیلتس رو براتون گفتم. یه تعداد فرم هستش که AMA در اختیار شما میذاره، شما بعد اون فرما رو پر کنین. آره از جمله فرم پزشکی هستش که شما باید برید، فکر کنم یه 5-6 تا آزمایش باید بدین. آره بقیه فرمایی هستش که دانشگاه خودش در اختیار شما میذاره، بعد پر کنین و در سایت آپلود کنین. مدارک دیگه ای که حالا اجباری نیستش ولی امتیاز محسوب میشه تو قبول، تو گرفتن بورسیه براتون، از جمله خب مثلا خودم اگه بخوام براتون مثال بزنم، مدرک های مثل خب من تو نمایشگاه که براتون گفتم شرکت کرده بودم، گواهی که داشتم، گواهی شرکت در نمایشگاه ها رو براشون گذاشتم و 3 تا مدرکی که بهتون گفتم تو فنی حرفه‌ای گرفتم، 3 تا مدرک فنی حرفه‌ای ما گذاشتم، فتوشاپ، ایلاستریتور، افتر افکت و من سینما 4D هم مدرکش رو گرفته بودم که براشون گذاشتم. خب فکر کنم دیگه اصلی ها رو براتون گفتم. خب آره چیز خاصی فکر کنم دیگه نمونده که براتون توضیح بدم. AMA پلاس 3 تا مرحله داره. AMA پلاس 3 تا مرحله داره برای قبولی. مرحله اول، دوم، سوم. اول قبول شدیم براتون ایمیل میاد که برای مرحله دوم آماده بشین. مرحله دوم رو قبول شدیم برای پیام بهتون میاد که مرحله سوم آماده بشین. خلاصه اگه خواستین دوباره برام کامنت کنید بهتون، اگه خواستین یه ویدیوی دیگه دوباره ضبط میکنم، این پروسه رو براتون توضیح میدم، چون توی مدت 1 سالی که من اومدم اینجا بچهای زیادی بهم پیام دادن گفتن که این پروسه رو بهمون توضیح بده. آره بچهای زیادی بودن پیام دادن گفتن که این پروسه رو به ما توضیح بده بعد از اینکه خب مدارک آپلود شد و اینا، پیام ایمیل به چه صورتی میاد، چطوری باید آماده بشیم و اینا. این پروسه ها جداگونه هستن، برام کامنت کنین اگه خواستین یه ویدیو دیگه ضبط میکنم براتون آپلود میکنم حتما. خب حرف آخر بخوام بگم اینه، قلبم براتون آرزوی موفقیت میکنم برای تک تکتون. موفق باشین بچه‌ها. امیدوارم یه روزی باشه بیاین اینجا همدیگه رو از نزدیک ببینیم. دوستتون دارم، مراقب خودتون خیلی باشین. انشالله تو کره میبینمتون.